حمله عجیب و غیر قابل باور بالای شرافت پروانی در کشور امریکا. وضعیت بد شرافت پروانی و گفتنی‌های تازه شرافت پروانی درباره همسر دومش. آیا با واقع شرافت پروانی بار دیگر ازدواج کرده است و محفل عروسیش را در کجا برگزار کرد؟ همسر دوم شرافت پروانی کیست و همسر اول شرافت پروانی در کدام کشور است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. شرافت پروانی، هنرمند جوان، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان رسانه‌های افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. شرافت پروانی کارهای هنر موسیقیش را در میان مردم افغانستان از 15 سال قبل آغاز کرد و توانست در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت بسزایی کسب کند. این هنرمند محلی خانه کشور از ولایت زیبای پروان است. عاشقانه آواز میخواند و هر آهنگش بازدید میلیونی را در صفحات مجازی از آن خود کرده است. کارهای هنری شرافت پروانی از مرز افغانستان عبور کرده است. این هنرمند محبوب و پرآوازه افغان بعد از تولد سیاسی حاکم در افغانستان با نوازندگانش افغانستان را به مقصد امریکا ترک کرد. در کشور امریکا مانند قبل به کارهای هنر موسیقیش می پرداخت. این همه در حالی است که شرافت پروانی بار دیگر ازدواج کرد و ازدواج دومش را به شکل علنی در صفحات مجازیش بیان کرده است. تازه تصاویر شرافت پروانی در صفحات مجازی دست به دست می شود که حمله و سوء قصد عجیب به جان وی در کشور امریکا صورت گرفته است و وی در حالت بدی در شفاخانه در امریکا بستری است. تا کنون جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست که این خبر تا چه حقیقت داشته است، ولی ما آرزو داریم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی حقیقت نداشته باشد. زندگی خوش و آرامی برای شرافت پروانی با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان شرافت پروانی به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.